سلام نکنی؟ نه این گربه میمونه تا مسواک نزنه راه نمیفته. کجا میری باش تو اینم وای زشته چی زشته؟ از نظافت رو بودن یه تو صورتم مسواک نیاره داداش با هم استفاده کنید. خب مسواک بزن بعد دندوناتو نشون بده. بابا برو شو بزن تا پرسان دارم بزن مسواکم مثل آدم بزنم بدا پیدا آره چی کجا آبو بریز اونجایی که میسوزه برم بخواد بابا جون ما خوشتاب برای کونا 11 مارسل بگیر دیگه کجا داریم؟ آقا بعد تقریبا 1 ساعت و نیم رانندگی ما رسیدیم بومهن و سمنه رو بومهن زدیم. دشمن بچه‌ها صبحونه سفارش دادن. آره صبحونه بخوریم. ما قرار بود سجاد کلا نگیریم نمیدونم چرا اومده. ان شاءالله به امید خدا میزنه شمالش و چیز حذفش کنه یکی. آقا بفرمایید صبحونه. فرمودیم. بچه‌ها قله دماوند این شکوه و عظمت ایران، زیبایی، استوار بودن، پهناور بودن. اینکه انشالله که هیچ وقت اتفاق نیفته ولی اینکه بهش افتخار میکنم یه ایرانی هم و همچین چیزایی تو مملکتمون داریم و لذت میبریم ازش. آقا ما همین الان جاگیر پاگیر شدیم با بچه‌های عزیز. اتاقمون بریم اتاقمون رو بریم. این کاملا رویایی ها. من که دلم نمیخواد از اینجا بیام. تو چی نگی؟ دلت میخواد؟ نه آقا همگی نشستیم برای که منتظر غذاییم. چه غذا میدم پس؟ خوبه باز بودامون سوراخ شد. شما چطوری؟ خانم خوشگله؟ من خوبه؟ یکی اونم خوابه. یکی اون بیوش شده اینجا. هم خوب تو خونه تو اینجوری خوب نمیخوابی ها. نه همه چونجه بزنم هم منتظر دیجه هم. دیجه عزیزمون هنوز نیومده. جمعیت این برم میزمونه. میز قراره پر بشه. آمه پر کنید که بخوایم بخوریم.
چایی 24 ساعته هم اینجا داریم. 24 ساعته چاییه. اوه و ببین موتور سوارامون هم رسیدن. یه سری با موتور اومدن. خیلی خوش میگذره. خیلی ذره خوش میگذره. بریم. بریز و بپاش. بچه‌ها صبحونه کمپی این مدلیه. در یه هتل 5 ستاره ولی تو دل طبیعت. آقا بفرمایید صبحونه. به 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 به. بچه‌ها منتظر صبحونه‌ان. این جنگل فلان پدرخوانده منفیه، باز برای ساقی بریزه منفی بود، مثبت نمیشه. ولی استعلام شهروندا برای کارگاه مثبت میشه. ساقی اشتباه هم برای من ریخته، استعلام این شهروند میگیرم، استعلام میشه مثبت. بچه‌ها گشتن آره من اومدم برای بقیه بگیرم. برای بقیه؟ من سجاده به سرپرستی گرفتم بچه‌ها گشته شد. چه پدر مهربانی. سلام. من گشنمه. صورتمون نشد. ببین بارون شدید بچه‌ها. ببین برگردم. ببین پونچا رو نداشتی تو. ما با بچه‌ها اومدیم یه رستوران خیلی باحال. گشنمون اساسی. خیلی دلم نمیخواد بریم اینجا. خیلی یواش یواش داریم. شما من رستوران رو بهتون نشون بدم. یه جای دنج و خیلی باحال. اینجا یه چای رستوران I love you چی؟ PMC. آفرین. I love you KMC. آقا اینقدر بدم میاد این رستوران که منوشون بدون قیمته. اصلا خوشم نمیاد. یه آب لطفا. از خودم داره. خب پس یه چای لطفا. چایی داره؟ چایی در کنار استاد شالین هم زدن شعله قلمکار. شعله مشهدی. خیلی باحاله نگید. اینجا کلی چیزای چوبیه باحال داره. خیلی تفنه. اصلا اینجا خیلی باحاله. همین چیزای چوبی قدیمی. اینجا. پسرم اسباب بازی بخرم برات بابایی؟ من دارم پسرم اسباب بازی می‌خوام. خودت پسر کوچیکم؟ بچه‌ها پسر کوچیکم، پسر بزرگم. پسر بزرگتره. کدوما؟ بارون نبر حیوونه. میفهمن از سراسی اومده. اینو نگاه. برو. برم توه. آره برو تو است.
آقا خیلی شاکریم. اینم امروز ما این همه آدم تو دل طبیعت، یعنی کراه هم دیگه واقعا حال میده، اصلا خوش میگذره. آقا ایشالا که همیشه تنتون سلامت باشه و جیبتون پر پول و لبتون هم خنده.